یار باشه گیلک. بله. یار باشه. چرا میزنی گیلک؟ بله. چرا میزنی؟ خود تو خبر نداری که من کینو؟ کی تو؟ ما بچه ارباب صاحبم. خب چرا واسه بیای مردم بزنی؟ خب ها ما بچه اربابم زور قوت با میکشه. ها. باز گیلک تو سرخی شدی. بهتر به چوبه. برو. خب مطلب یعنی به تو بگم بفهمی. خب ما بچه ارباب صاحبم. بچه ارباب بچه رئیس جمهور. آخش. بچه رئیس جمهوری کی میزنی؟ باشه پیار ما قدرت داره. برو که قدرت که برو. پیار من. آلو. بسیار بده. تو پیش پیار تو برو. با پیش کی میری؟ پیش پیار تو. با پیش هر کس میری بالا ما بچه ارباب صاحبی. ها. کی میتونه به تا محله خود ما خور بگیره؟ پیار ما خیال میکنی بره به حرفی میکنه. خبر نداره که ما بچه ارباب صاحبان گفت ما به هر جا میچلاله. امیر رمزونم بیا کیر یک درسی بودم مثل امی عباس که بگم خبر داری که ما بچه اربابم قار و غوش به تا کوچه ها نکنه ماله هر روزی که پیار ارباب شدم. تستر بیا رمزونه. تستر بیا. یار جان بگو بیا با ما یاری کو برو بابا مکتت نیستم ما را میبرم گریه نکو ساری کو برو بابا مکتت نیستم ما را میبرم شار دیگر میفروشم برو بابا مکتت نیستم تو پیسه داری بیا خریداری کو برو بابا مکتت بیا یالا بزن تو کو شرک مدستم جان. تو دیونی تو چیزی بشید اکتورم اینجا گفتم دیوال بزنم مغز سر تو خرابه. چرا میزنی؟ خب من بیام آدم تربه زدم گفتم آقاشی با چی آدم ولی صدا میکنی که بیا من میگم البته کار داری چی می بگو. خب خبر نداری ما به چه اربابم بشی به چی ارباب دوتنیه بشین اگی لکه تو سلت میکنم بشی به چه خود یاد میکنم پیار اربابه باشه پیار تو دادو سنوگیت کنی یا پیار تو ارباب ما رو استاد کردیم. باشه تو چه کجا رای دادی خود کلی بناه خو نه به نظر مادر تو به پیار تو رای داد که پیار تو ارباب تو شد. دست خود بزو بر بالا کردی تو دیگه اینجا به یادتونه هرچی باشه به یاد من حالا ما پیار اربابه ما منطقه ما مرتکر ببینم که ایل راه میره مثلا یا اختلاط میکنی یا علف گنده راه میره علف میبره خوش داریم برار که چه کار کنه بزنیم بله با خدا تو سلت میکنم سلت فس سرکلی تو گیلک ساده بنام تو حال پیار تو بابا به رای ما مردم ارباب شد حال با تو اینجا تو به سر پیار خود داری تو رای دادی. خب من رای ندادم دیگه مردم کو رای داد. خب که مردم رای داد دیگه ما هم رای خور کفت خور مردم میگیریم که تو مردم بشی من کفت خور ایتا بچینم دیون ساده خدا تو از سادگی تو امال 20 سنتی کج را میری باره کله گندی ارتو سکو باره مثل که من بچه نادونی هم کمر بزنی اینا نجونده بشی اتا باق پیار تو جندم پیار نگو لا اله الا الله بشی بشی الله واسای درگه بسا دیگه بد کردم بفهمیدی با تو میگم دهن بروزه یو بد کردم هرچی میگم بچه اربابه مثل خجالت نمیکشی اتا نیک شطور خو من هم مثل بچه هم بزی خو فکر کردی تو ساده بیا گیلک ساده به نومه دیونگی اقلنگ کاش مادر خور با پاکو میکنی باز حال با تو خور به سلمر قیافه میکنی
نمیشه به خدا یزبا بالاتر بود. امو عباسه خوب بود که به تا گوشه زدم به درخت به چوب دیگه من غیر سعی کنم این چیزایی فقط میگه گنبد خونه ما بود پا این رمزونه نیسته این کاری داره یاره این هم اگه مرتکی لندی کنه شاید به 7 سال خلاص نشه الان میرم هم قد تا خور میزنم این بد چیزی بید به خدا ده بیای پا من نرمه نباشد بیار میکنم خب اینجا فقط شهر هر که بیار بزنه با چی اربابم چه کاری اربابم فلانه اربابم ارباب به سر جا خونی نه گفته بیام خیریت بود از روز خوبین خیرین شما زنده باشین خیریت نبود اگه من بیام شکایت به در سرای شما که شما ارباب منطقه هم هستین چرا چیکار شد برو ارباب صاحب بله شما ارباب صاحب شدین که بچه خوره کنین به تمام محله بزی بر هر کی یک چوی بزنه چوی درختی بزنه هر کی سر علت کنه که من بچه اربابم من فلانی اربابم یعنی بچه کی زده من به سر زمینه و ارباب صاحب کار میکردم بیل خاکار جا میکردم بیامدم چوبی وا کردم درخت ترپ میزنین چرا میزنی گیلک تو خبر نداری من بچه ارباب صاحبم این کار خوبی ارباب صاحب بد کرده که زده اشتباه کرده که زده بفهمون آخی تا که تا بیعقل باش کم هوشیار کنین باشه بیای به سر اون خود گپ میزنم من اینجا بیام خود چوبه میزنم من سر علت کرد میفهمی کمر من بیشتر من بزد گفتم با کفتر بر میرم دل جمع ما بچه ارباب صاحب این کار خوبی نیه دیگه و من ارباب شدم که نگاه برای غروتک بازی کنه خب بچه خور شما و گفتم ارباب نور میفهمونو بچه خور نگاه داره میخونه و گفتم نور میفهمونو ارباب صاحب ما با شما رای دادیم که شما ارباب شدین این گپا چیه کوکو جو بیای به خود تو همین تو میزه که تون دهن داغ باشه دل جمع باش برو کوکو جو خیره من معذرت میخوام خدا فشو خیر بینی تو سیکو ما ارباب شدم که تو بری قورتک بازی کنی تو یک دفعه به سرا بیاد من خودتو گپ میزنم تیز بیا بیا قدم خود سر بردو بله بابا قدم خود سر بردو نگو بله. این لگه کار کن خب میفهمی چی کار میکنی؟ نه برو من تم سرها آه اما هر جا بچی دیدی قرار تو بزن که خوب دیگه تا بده چرا بابا خب واسه تو چه ارباب صاحبی دیگه آها اوه نه بله بابا همین 100-200 پیشترم اینجا استاده بیدم رمضان دیدم خود چیز تیر شد خود بیجی کاخو ماشین چی علفتش خاشدش چیدش تیر شد یار یک دو تا چوب بزو بزدم منطقه بابا گنده لغت زد بخود بال پامه عباسه کرنسه لط کردم گفتم ما بچه ارباب صاحبم انا بزدم فرشی کردم بابا فرشی کردی آه یعنی مردم به من رای داد که تو ایسا تو نور بزنی ها الله خود چه عمال میگه اونا مردم به من رای داد که تو نور بزنی من خالق لا اله الا الله تو هم یک کارم میکنم چرا بابا تو شرم نداری شما ارباب تو شرم نداری من جواب مردم رو بودم که کلاهنگ اربابی خوشم کلاهنگ کارا تو باش که تو میری به شما مردم میزنی شما ارباب مال صلاحیت دارین بابا من صلاحیت دارم که تو رای کن بری به شما مردم بزنی خب بترسم از ما دیگه بترسم در برو در بده نگو که بترسم بیارجو نگو که بترسم مردم شده که من تو رای کن که بری به شما مردم بزنی تنیسته که فقط شطوره میمونه خجالت کش از قیافه خوب بیا یک دگه کجا میری تو صبر کن میجی
Andilla abakkana dedi. ها Abakkana dedi. چی زدم Kana dedi. چرا میزنی؟ چرا میزنی؟ میزنم پیار من سلت کرده شونا من بیا سایکو خب قبرستون کسی فقط نشون قیف مفت نزن من هر کس رو آتیش میفهم یک جیرگه هر کس رو آتیش میتون مثل قروج ولی میتون میمالا میزنم به دیوار من با چی اربابم به خدا به تو سنگ ندارم که میگی تا به سراغ سلی بچلی سلو بچلی عباس بدادم رمضان فرش زمین کردم خب من چی؟ تو را فرش زمین میکنم وقت برو وقت دیگه از این صلاحیت دارم من سرق دیونه اکو تعمدی شونا من نرم نوش شده من به قبرستون که شده ها تو مردی بیا همی هسته که هم قطع تو نیم من وقتی با تو میگم برو وقتی نرم چه کار کرده میتونی وقتی برو نه چه کار کرده میتونی تو مردن حقه تو چیکار تو چه کاره تو خبر نداری که من پیار ممال بزن خب به قبرستون کن به قبرستون به سر کلی تو برو خود خطیر کن وقتی خود خورتیر کن قیافه که به تو سنگ بزنم اینجا کیف کنی این ما ارباب استاد کردیم به این منطقه بایی و تاثر کار ما بای خود کاره چنبور استاد کرده تو به خدا گیرش دادم بی عقل افتاده